یه بار حضرت صدیقه پیرهن دوخت، هم برای حسن هم برای حسین. تنشون کرد گفت بریم پیش پیغمبر ببینه بابام چه خوب شده. اومدن آج آقا، پیغمبر حس کرد یقش یه خورده سفته، باز کردی یقه رو دید دور گلوی حسین قرمز شده. احال رفت، طاقتش داغ شد. جبرئیل اومد، پیغمبر این چه وضعشه؟ دور گلوش یه رد قرمز دیدی، فردا خواهرش همین گلو رو پاره.